دعوت شدی چی از ذهنت گذشت؟ ما چون تازه با اهل بیت ارتباط برقرار کردیم گفتیم صدا میکرد از اینجا قدیم مسیرمون یه چیز دیگه بود، چیزهای دیگه سر رام قرار میگرفت. دیگه توبه کردیم توی این مسیر قرار گرفتیم، چیزهای جدید برام. چه خوب، چه دلچسب میشه آدم حس کنه که توی این مسیر همه اتفاق اونجوری برام میفته. هرچی بهم داده میشه، من این گردنبندی که گردنمه علی ولی الله نوشته، این کاشی کف حرم از نجفه عزیزم بهم هدیه داده شده. اینجا هم یه هدیه است. یه خورده از این 2 هفته‌ای که گذشت احوال خودتون رو دوست دارم. به نظر من هر اتفاقی میفته به ایمان ما ربط داره. و ما وقتی سمت اهل بیتیم سمت حق. کسی هم که سمت حق باشه نه ترسی داره، نه غمی داره، نه فراری داره. ما خونه بودیم فقط عبادت کردیم، چون میدونیم که هر اتفاقی در عالم ملکوت میفته بعد در این دنیا داره اتفاق میفته. همه چیز حقه. بی اذن خدا یک شاخه برگم نمیاد. مجبور بودی تا حالا از چیزی دل بکنی؟ من از خودم دل کندم. بله. یه خورده بگو. دوست دارم. من توبه کردم، 2 سال خورده‌ای که توبه کردم. خب تو این گذشته نماز میخوندم از بچگی، ولی اون ارتباط با اهل بیت نمیتونستم برقرار کنم. هیئت میرفتم نه که نرم، ولی فقط توکلی بودم، بیشتر توسل و زیاد نرسیده بودم. شما یه مشکلی داریم وقتی سنم میره بالا، که ما بچه بودیم نماز میخوندیم، بچه بودیم هیئت میرفتیم. بار گناه ما رو دور میکنه از اون. اونا دیگه ما رو نمیخوان، نه اینکه ما دیگه هیئت نمیریم، نه انقدر گناه میکنیم اونا دیگه نمیتونن، اصلا نمیخوان با ما ارتباط برقرار. من وقتی توبه کردم تونستم با اهل بیت تازه ارتباط برقرار کنم. فهمیدم کل عالم دست ایناست، کل بازی دست ایناست. من خودم رو رها کردم، سالاری که ساخته بودم و کشتم، دوباره یک سالار دیگه ساختم. چی شد؟ یعنی اتفاق خاصی افتاد؟ اتفاق که حالا اتفاقای زیادی بود. خب حالا این درد و رنج نسبت به آگاهی آدم‌ها متفاوته. هر کی آگاهیش بیشتر رنجش کمتر. من یه اتفاقی افتاد که درگیر زندان و یه سری اتفاقا افتادن. اون زندان رفتم و اون تنهایی که اونجا بودم من از سالاری که دنیا ساخته بود دور کرد و خودم شدم و خودم. وقتی آدم تنها میشه و با خدا تنها میشه برمیگرده به فطرتش، به سرشتش. من شدم سالار بچگی‌ها، سالاری که تو بچگی نماز میخوند، هیئت میرفت. خب ولی خب توی تایمی همه اینا رو گذاشته بودم کنار، به خاطر لذت و شهوت و قدرت و شهرت و وقتی اون اتفاق افتاد، اون تنهایی من آورد به سمت فطرتم. من خیلی چیزا رو دوباره فهمیدم. اون سالاری که ساختم رو رها کردم، رفتم سراغ فطرتم. تنهایی. تو این چند روزه خیلی همینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، راجع به تنهایی حرف میزنم، راجع به خلوت حرف میزنم. انگار یعنی من دارم اینجوری دریافت میکنم یه جور معجزه است برای آدم. خیلی کار میکنه. بین تنها شدن و تنهایی انتخاب کردن یه چیز متفاوته. آدم باید تنهایی انتخاب بکنه. حالا کی میتونه تنهایی انتخاب بکنه؟ وقتی که با خدا ارتباطش نزدیک میشه. چون اون موقع تنها نیست، اون موقع رفیق داره، یار داره، هم صحبت. ما آدم‌ها از تنهایی میترسیم چون نیاز داریم به همه چیز، به آدم‌ها، به اتفاق‌ها، به یک موقعیتی، به یک زمانی. این بیاد حالمو خوب کنه، این چرا رفت، ترس از تنهایی داریم. ولی وقتی تنهایی انتخاب میکنی، هر چی به خدا نزدیکتر، خلای وجودت پر میشه و دیگه احساس تنهایی نمی‌کنی. من با اینکه شاید دور و برم خلوت شده، ولی خوشحال‌ترین و شادترین شاید آدم این عالم باشه. چون از خواب که پا میشم میدونم چی میخوام. تنهایی شاید فیزیکیه، از درونم شاید یار خیلی خوب کنارم هست که میتونم باهاش حرف بزنم یا سلام بهش بگم. و ما همیشه میگیم کسی که تو خلوت از خدا میترسه، خدا ترس اون آدمو به دل همه میندازه. ما تو خلوت حیا داریم، قول دادیم، عهد بستیم، خدا هم هوامونو داره. همیشه هر جا میریم خدا رو شو جفشیش میگیم، خدا رو سرزنده کنیم. چه باحال. آره جدی یاد گرفتم. دمت گرم. نه آخه من زیاد ببخش اینجوری میگم، سواد آنچنانی هم ندارم. یعنی من دیپلمامو خریدم، لیسانسامو خریدم، سوم راهنمایی رد شدم، یه بار دیگه خوندم، اول دبیرستان رد شدم. از وقتی که خودمو شناختم، همش مسافرت خارج بودم، فستیوال بودم، خوشگذرونی بودم، مهمونی بودم، رفیق باز بودم. حالا نمیدونم این گفتنش درسته. اعتیاد داشتم،
مثلا درگیر یک سری چیزهای دیگه. من وقتی توبه کردم خدا بهم کلام داد، خدا بهم علم داد، خدا بهم آرامش داد. من نمیدونستم که بازی چیه. 2 سال فهمیدم بازی چیه. از اون موقع که فهمیدم بازی چیه، روی بدی کردن و گناه کردن دیگه ندارم. الله که قضیهش جداست، ولی کل بازی این عالم به نظر من دست اهل بیت. چیزی که من بهش رسیدم، من که اعتقاد بهشون ندارم، نه که نداشتم، اونقدر حالا تعصبی نبودم، ولی من فهمیدم واقعا بازی دست اهل بیت. میگن کشتی نجات امام حسینه. نظر من اینه که موقعی نجاتت میده که تو از نفست خلاص بشی. هر کی به امام حسین تو دم و دستگاه امام حسین باشه، حالا من که دم و دستگاه نبودم، 2 سال تو دم و دستگاه بودم، ولی امام حسین یه دیواری براش میکشه که اون فطرتش همیشه پاک بمونه، اون سرشتش از یاد نبره. و من از وقتی که اینجوری شدم فهمیدم کل بازی دست اهل بیت. چون ذاتیت خدا رو که نمیتونیم بفهمیم، باید یک آینه ای از اونو ما یک تصوری داشته باشیم. امام حسین حضرت علی به نظر من آینه ای از سمت خدا به روی ماست. آیت الله ان، جلوه خدا ان به نظر من. میگم حالا من زیادم حرفام یه ذره این شکلیه دیگه، نه دلی حرفام. آره. چیزی که بهش رسیدم، قیل و قاله نیست. چیزی که خودم بهش رسیدم و خدا رو سرزنم. خدا رو شکر. من نوکرشم. خدا رو شکر. تاج سر. به نظرتون بزرگترین دشمن هر کسی کیه؟ خودش. بله. خدای پاک چیزی رو بد خلق نکرده، چیزی به نام شر هم وجود نداره. شر خودم. همه چیز تو این دنیا حق خیره. اگر شری برای ما اتفاق میفته خودمون باعث همه چیز. من اگر زندان رفتم آجر به آجر دیوارای زندان خودم ساختم، با بدیام، با غیبتام، با دروغام، با دل شکستنام. و این دنیا هم صاحب داره و دلم میشکست و دروغ میشنیدم و تنها میشدم. هیچی تو این دنیا به نظر من همش خودمون همه چی رو میسازیم. بزرگترین دشمنم خودم. هیچی با اون دشمنی نداره. دشمنم خودمون میسازیم. با گناهانمون دشمن میسازیم. خودت تا حالا جنگیدی؟ همیشه در حال جنگم. همین الانم که اینجام در حال جنگ. چون این سالاری در وجودم ساختم که خوب نبود. و هر از گاهی از تعمق وجودم صدا میکنه. یعنی چیزهای دنیوی و لذت‌ها رو میکنه. ولی من چون عهد بستم، توبه کردم، با عهد و پیمانم هستم. جنگم با خودم. هر ثانیه. آره. و با چی می جنگی باش؟ یعنی سلاح جنگی چیه؟ عبادته، عبودیت. من آدمی هم که نظرم، حالا چیزی که خودم میشناسم، ما تو این دنیا الکی می جنگیم، چه برای پول، چه برای زندگی، از هر چی، برای شادی. من میگم هر چی که انسان میخواد در عبودیت هست. وقتی که تو عبادت میکنی روزی خدا بهت میده. وقتی که تو عبادت میکنی آرامش بهت میده، عزت بهت میده، آدمای خوب تو زندگیت میاد. من هر موقع اینجوری میشم نماز میخونم. من 37 سالمه، 27 ساله یه رکعت نماز نخونده ندارم. تو اوج بدی‌ها و شیطنت‌ها و تاریکی‌های زندگی نمازم هیچ وقت قطع نشد. همون نماز نشد. نماز خیلیش قشنگه. مثلا نماز شب فوق‌العاده است. ولی خب باید توش اخلاص باشه. اگه اخلاص نباشه تو مسجد هم بسازی، هر چی بسازی فایده نداره. واسه چی نماز میخونیم و قراره چی از ما بسازه؟ خیلی اون نماز باید یه چیزی از ما بسازه. یه حیایی باید بهمون بده، غیرتی، یک مرامی، معرفتی باید بده. کلا هم که وضوء بیعلی آبازیه دیگه، باید بدونی که واسه چی داری این کارا رو میکنی. الگو چیه؟ الگومون رو باید بدونی. نسبتت با امام حسین علیه السلام چیه؟ ما که خیلی کوچیک‌تر از اونیم که نسبت به ایشون داشته باشیم. یه موقع بهش میگم من خیلی اشتباه کردم، ولی تو هنوز هم حسین بچه کرد. خیلی خطا کردم. یعنی یه موقعی خودم نمیبخشم، ولی میگم تا همون حسینی که من تو بچگی صداش میکردم، زنجیر میزدم، هنوز همونی برام.
از این دم و دست که دور بشی گناه میکنی چی؟ نباید زیاد ازشون فاصله بگیری. امام حسین علیه السلام تو رو نمیشناسن و تو قراره که خودتو بهشون معرفی کنی، بگی کی، چی، کجایی، چی میخوای، یه خورده خودتو بگی براشون. چی میگی؟ اگه اولا که روی حرف زدن داشته باشم اون لحظه که من فکر نمی‌کنم روش داشته باشم، ولی اگر بخوام بگم میخوام بگم خیلی من اشتباه خطا کردم، دیگه میشه منو بخر. رفتم هر جا رفتم، خارج رفتم، خوشگذرونی کردم، رفیق بازی کردم، دنبال شهرت رفتم، هیچی تو این دنیا نتونست حال منو خوب کنه. هیچی من برگشتم اگه میشه منو بخر. امام حسین علیه السلام چی از سلام دوست داره؟ چیزی از منو؟ آره. چیزی ندارم دوست داشته باشم، ولی از دلم، از نیتم حتما خبر. واقعا توبه کردم، همیشه هم دلیه، بی‌نقابه، واقعا بی‌نقابه. امام حسین تو چه شکلیه؟ امام حسین تو کیه؟ امام حسینی که من همیشه الان چیزی که درک کردم، به نظر من امام حسین یک مقام نفس خود ماست. امام حسین یک عالم، یک ابعاد نظر. هر کسی که تو مسیر خدا باشه یه روزی بالاخره به این بعد، به این مقام، به این فضا میرسه. یعنی تو مسیر راه رسیدن به خدا هست، ولی خیلی باید اونجا پاک بشی، خیلی باید لطافت داشته باشی، خیلی باید معرفت داشته باشی. اگر تو این مسیر کسی ندید ازش، از خودش، از گناه خودمون، پاک نبودن خود. به نظر من امام حسین گفتنی با امام حسین درک کردنی خیلی متفاوت. که حالا ما شور حسینی داریم و شعور حسینی یه ذره متفاوت. دلت میگیره با خودت چی زمزمه میکنی؟ من زیاد دلم نمیگیره. نمیگیره؟ نه، من هیچی خوشحالم نمیکنه، هیچی هم ناراحتم نمیکنه. خیلی خنثام، خیلی. قدیم ببخشید یه ذره موامون بد حالت بود که جواب تلفنمون رو نمیداد، یه ذره پولمون این بر میشد، ناهارمون دیر میشد، حالمون بد میشد. الان هیچی نه خوشحال نه ناراحت. ما برای خدا داریم زندگی میکنیم. من یا ناجی رو خیلی دوست دارم. ناجی؟ آره، چون ما جدا از اینکه ذکر میگیم به یک مرحله میرسیم که اون ذکر رو باید اجراش بکنیم. ما نمیشه میگیم یا رحمان بعد خودمون خشمگین بشیم، مهربانی نداشته باشیم. یعنی وقتی که تو ذکر رو میگی بعدش باید به اون مقام برسی که به فعلیت تبدیل کنی، صفات به اسما. من ناجیشون خدا نجاتم داد. خودم از خدا میخوام که منو توی یک مرحله قرار بده که بتونم به اون جایگاه که نرسیدم بتونم نجات بدم، حالا از هر چیزی، با کلام، هر چیزی که میتونم. ذکر یا ناجی خیلی. ما آدما فکر میکنیم با 4 رکعت نماز خوندن و 2 تا روزه گرفتن و 2 تا کمک کردن با آدما خیلی انسان‌های خوبی هست، ولی این نیست. یعنی شما اگر کسی نماز واسه جنت و بهشت داره میخونه، توش اخلاصی نیست. ما اگر داریم محبت و عشق می‌ورزیم که حال خودمون خوب بشه، به نظرم اصلا درست نیست. ما اول باید بدونیم برای چی داریم زندگی می‌کنیم. و همه ما داریم زندگی می‌کنیم برای رضای خدا. چیزی که خواست خداست امکان داره برای تو زیاد جذاب و دلنشین نباشه. امکان داره توش رنج هم باشه، غم هم باشه. اگر برای رضای خدا ما داریم زندگی می‌کنیم، اگر یه روزی غمی اومد، چرا و آخا و اگه و اخو اینا نباید داشته باشی. من خیلی‌ها میگن دعا کنید بلا سرمون نیاد، دعا میکنن اتفاق نیفته. من تو نماز شما همیشه دعا میکنم، میگم اگر قرار بلایی منو به تو برسونه، بلا رو تو زندگی من بیار. اگر قرار امتحانی بشم که منو به تو برسونه، از دست دادن، مریضی، شکست، مرگ عزیزانم، نمیدونم، هر آنچه که منو به تو میرسونه رو تو مسیر زندگی من قرار. چون علویت خیلی چیزا به ما یاد میده. علویت 2 تا سینه زدن نیست. به نظر من فقط این شوره نیست، خیلی شعور میخواد، خیلی شعور میخواد. من واقعی کربلا رو نمیدونم، همه میدونن اتفاقا، خیلی اتفاقای غم انگیزی افتاد. با خانواده‌مون یه سرما میخورن حالمون بد میشه.
خیلی باید فدا کنیم. فدا شدن که ما اینجاییم، فدا شدن که ما خدا رو پیدا کنیم، فدا شدن که حال ما خوب. ما هم باید فدا شدن رو یاد بگیریم، نه فقط واسه کسایی که دوستش. امیدوارم که لایق این محبت، لایق این نگاه باشم. خیلی مراقبم که لایق این نجات باشم. یا من واسه من حرف زیاد با شما هم میزنم، هر لحظه، هر ثانیه. اول ممنون که اومدم اینجا، ممنون که به من محبت کردی، لایق دونستی یه روزی بشینم یه جا راجع به تو حرف بزنم. من تازه فهمیدم شما، قول میدم پای این رفاقت، پای این لطف بمونم.